الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجاها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. دوستان عزیزی که این برنامه را از طریق شبکه جهانی نور میبینن، همچنین از طریق صفحه یوتیوب ندای حق و همچنین برای اولین بار به شکل تجربی از طریق تیک تاک هم در خدمت شما عزیزان هستیم و همه دوستان و بزرگوارانی که از طریق تیک تاک هم ما رو متابعت میکنن عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. بعد از ماه مبارک رمضان این اولین برنامه آن روی سکه است که شاید خیلی از شما عزیزان و بزرگواران در طول یک ماه گذشته و حوادثی که در منطقه رخ داد شاید منتظر برنامه‌ای بودید که در مورد این موضوع و مسائلی که متعلق به این جنگ و درگیری هایی که در منطقه رخ داده است باشید. در این برنامه سعی می کنیم که از مانند همیشه از دیدگاه شرعی، از دیدگاه اسلامی این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، بدور از تعصب، بدور از احساسات و عواطف. قبل از اینکه من وارد موضوع بشم یک سری مسائلی رو باید خدمت شما عزیزان بیان بکنم. در این گیرودار بعضی از عزیزان یا بعضی از دوستان به کسانی که در مورد جنگی که فعلا جریان دارد بین آمریکا و اسرائیل و ایران اگر کسی سکوت بکند و نظر هم ندهد در این مورد طرف را مورد توهین و حقارت و سب و شتم قرار میدند. گاهی متهم به طرفداری از اسرائیل، گاهی متهم به صهیونیست بودن، گاهی متهم به نوکر آمریکا بودن و از این تهمت ها و اهانت هایی که دیگه در بازار ارزشی نداره. قبل از همه چیز میخوام یک نکته رو خدمت شما عزیزان بیان بکنم. نظر ما در مورد آمریکا چیست؟ کسانی که برنامه من رو چه در شبکه وصال حق و چه در شبکه نور و در صفحات شخصی ما متابعت کردن میدونن که آمریکا به نظر ما یک جنایتکار است. آمریکا به نظر ما یک متجاوز است. آمریکا به نظر ما یک خونخوار وحشی است. آمریکا به نظر ما یک کشور کفری است که به حد طغیان جرم و جنایت در کشورهای اسلامی و در حق ملت‌های مظلوم و ستمدیده چه مسلمان و چه غیر مسلمان انجام داده است. در مورد اسرائیل کسانی که برنامه ما رو دنبال کردن از 7 اکتبر گذشته تا امروز شاید 10 قسمت برنامه ما رفتیم که ویدیوهاش در یک بخش خاصی در یوتیوب به نام فلسطین در اونجا پخش شده. و از زمانی که ما در شبکه‌های تلویزیونی برنامه داشتیم همه شما عزیزان شاهد هستید که موقف ما در مقابل رژیم جنایتکار صهیونیستی که موسوم به اسرائیل هست چیست؟ همیشه در کنار مظلومان بودیم، همیشه در کنار ملت مظلوم عراق، ملت مظلوم سوریه، ملت مظلوم فلسطین، ملت مظلوم یمن، ملت مظلوم افغانستان در طول 20 سالی که در جهاد با اشغالگران و
متجاوزین ناتو و در رسانه ها آمریکا بودن، ما همیشه در کنار ملت های مظلوم قرار داشتیم و رأی و نظرمان رو واضح بیان کردیم. پس این که بیاد کسی ما رو متهم بکنه که شما جانبداری از آمریکا میکنید یا جانبداری از اسرائیل میکنید، این ارزشی نداره و رأی و نظر ما در این مورد واضح و آشکار است. نظر ما در مورد ایران: به نظر ما ایران یک کشور جنایتکار است. حکومت ایران یک کشور خونخوار، یک حکومت جنایتکار، یک حکومت وحشی، یک حکومت ستمگر و در طول 40-45 سال گذشته جنایت هایی که اینها کردن رو مگر انسان احمقی که بخواد که خودش رو به حماقت بزنه، خودش رو به جهالت بزنه، کسی دیگری این کار نمیکنه. در طول 40-45 سال ما شاهد به شهادت رساندن صدها تن از علما و دعوتگران اهل سنت و از فعالان مدنی و از فعالان حقوق انسان و حقوق بشر در ایران بودیم، چه از اهل سنت چه غیر اهل سنت. در طول این 45 سال ما شاهد جنایت بر علیه بلوچ ها، بر علیه کرد ها، بر علیه ترکمن ها، بر علیه اهل اهواز، بر علیه همه ملت های مظلوم و ستم دیده در داخل ایران بودیم. در طول این 45 سال ما شاهد ویرانی دهها مدارس و مساجد و با آتش کشیدن کتابخانه ها و مراکز تعلیمی اهل سنت در ایران بودیم. این رو هیچ کس مگر اینکه کسی بخواد که خودش رو به کوچه چپ بزنه یا که از سر تعصب و حماقت و جهالت بخواد اینا رو این کار بکنه. جنایاتی که رژیم ایران و گروه‌هایی که در ایران پرورش یافته بودند، در ایران تأسیس شده بودند و بعداً با کمک حکومت ایران در عراق حاکم شدن رو بر علیه ملت مظلوم و ستم دیده عراق هیچ کس فراموش نکرده. دوستان اگر کلیپ اعترافات مقامات ایرانی در همدستی با آمریکا در عراق، در افغانستان رو اگر آماده بکنن، انشاءالله در میان برنامه بعد از حدود نیم ساعت بعد اگر بخوایم این رو پخش بکنیم، یک بار دیگر یک تذکری باشه برای کسانی که فراموش میکنن این مسائل رو. در سوریه جنایاتی که اینها در طول تقریباً 15 سال انجام دادن رو هیچ انسان مسلمان، هیچ انسان با وجدانی نمیتونه این کار بکنه. تعداد کسانی که در سوریه به دست سپاه پاسداران و به دست جنایتکاران ولایت فقیه در مدت تقریباً 1.5 دهه در اونجا به شهادت رسیدن، کودکان، زنان، افراد غیر نظامی، بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های کیمیایی که استفاده شد در اونجا، در همه ولایت‌های شام و سوریه، ما در طول این حدود 10-15 سال شاهدش بودیم و بارها در برنامه‌های مختلف ما کلیپاشو نشان دادیم و شما عزیزان دیدید. تعداد کسانی که تنها در سوریه، تنها در غوطه به شهادت رسیدن، بیشتر از تعداد مسلمانانی است که در طی 125 سال گذشته به دست یهودی‌ها به شهادت رسیدن. شما تصور بکنید از زمان استقرار گروه‌های تروریستی یهودی در سرزمین فلسطین تا زمان تأسیس دولت نامنهاد اسرائیل تا امروز، تا همین 2 سالی که در غزه این همه جنایت صورت گرفت، تعداد کشته های مسلمانان به دست صهیونیست‌ها خیلی کمتر از تعداد کسانی است که تنها در یکی از ولایت‌های، در یکی از استان‌های سوریه به دست جنایتکاران سپاه پاسداران به شهادت رسیدند و به هیچ کس رحم نکردند. شما هزاران کودک سوریه‌ای رو دیدید که توسط گازهای شیمیایی به شهادت رسیده بودند. یعنی تصور بکنید سنگدلی سران سپاه پاسداران به اندازه‌ای بود که بمب‌ها رو بشکه‌ها و بمب‌هایی که به حساب
یکی دوتا نبود، یعنی بشکه‌ها رو پر از مواد منفجره می‌کردن، بشکه‌های 220 لیتری نفت رو پر از مواد منفجره می‌کردن و در بین خانه‌های مسکونی در اونجا این بمب‌ها رو می‌انداختن. خب این جنایت‌ها رو هیچکس فراموش نکرده. اما متاسفانه امروز می‌بینیم که خیلی از اهل سنت، خیلی از دعوتگران ما، خیلی از علمای ما، خیلی از اساتید دانشگاه، انسان‌هایی که در پی فراموش کردن جنایات هستند، در پی فراموش کردن حوادثی هستند که در اطرافشون رخ میده، همه این صحنه ها رو فراموش کردن، همه این مسائل رو طوری وانمود میکنن که انگار اتفاق نیفتاده است. دوستان عزیز و برادران و خواهران گرامی، نظر ما در مورد آمریکا، در مورد اسرائیل، در مورد رژیم جنایتکار ایران و مسائلی که در این 4 دهه گذشته در منطقه رخ داده رو همه شما عزیزان میدانید و شاهدش هستید. چرا در این زمان آمریکا و اسرائیل این جنگ رو به راه انداختن؟ اولا این رو بدونید که در طی 4 دهه گذشته خیلی از مصالح مشترکی اینها داشتن با هم دیگه. به خاطر همین حتی در زمان جنگ عراق و ایران، اسرائیل و آمریکا ایران رو کمک میکردن. قضیه واترگیت و فضایحی که در اون زمان رخ داد رو شما یک سرچی بکنید در گوگل، حتما این رو خواهید دید. دوستان عزیز، رژیم ایران و آمریکا و اسرائیل یک سری مسائل و منافع مشترکی در کشورهای اسلامی داشتند. به خاطر همین در جنگ عراق، در جنگ افغانستان، در جنگ سوریه می‌بینیم که با هم دیگه همکاری کردن. پیش چشم آمریکا و روسیه و کشورهای اروپایی صدها هزار مسلمان در سوریه قتل عام شدن، کسی صداش در نیامد. زمانی که مصالحشون به یک نقطه‌ای رسید که هر کدوم به خاطر حفظ منافع خودش خواسته بیشتری داشت و منافع بیشتر خودش رو در نظر می گرفت، در اینجا در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. به خاطر همین با هم دیگه درگیر شدن، جنگی رخ داد و در این جنگ دیدیم که آمریکا و اسرائیل با تمام قوت مراکز حکومت ایران رو بمباران کردن، سران اونها رو کشتن و در مقابل دیدیم که همین حکومت جنایتکاری که در طی 2 سال که مردم غزه به خاک و خون کشیده می شدن و اینها در طول 45 سال از شعار فلسطین و از شعار جهاد و کمک به مردم فلسطین سوء استفاده کرده بودند، یک موشکی هم به نفع مردم فلسطین پرتاب نکردن. الان می‌بینیم که اسرائیل رو به خاک و خون کشیدن. الان می‌بینیم که در تقریبا همه شهرهای اسرائیل رو مورد هدف قرار میدن. الان می‌بینیم که موشک‌های دوردستی دارن که حتی از گنبد آهنین اسرائیل هم عبور میکنه و این صحنه‌هایی که شما شاید دیده باشید، به هر نقطه‌ای از شهرهای اسرائیل که بخوان اینا میتونن بمب بزنن، راکت بزنن، با پهپاد حمله بکنن و ویرانی که داره رخ میده، کشتاری که در اونجا رخ میده، واقعا جای تعجب است. در طی 2 سالی که مردم غزه داشتن قتل عام میشدن، کجا بودن اینا؟ مگر شما دم از مقاومت نمیزدید؟ مگر شما دم از کمک به مردم فلسطین نمیزدید؟ مگر شما شعار نمیدادید که بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت؟ مگر کربلا رو نگرفتید؟ عراق رو نگرفتید؟ چی شد قدس؟ در طی 2 سال چیکار کردن؟ هیچ. یک موشکی هم به نفع مردم فلسطین اینا به اسرائیل شلیک نکردن. البته در اون جنگ 8 روزه یا 12 روزه شونم اگر متوجه شده باشید، موقعی دست به کار شدن، اونم به شکل نمایشی که منافعشون در خطر قرار گرفت. بهشون حمله شد، حمله کردن، اما در دفاع از مردم فلسطین کاری نکردن و نخواهند کرد. یک از دوستان میگفت که شما یه وقتی گفته بودید که اگر که
ایران و اسرائیل با هم بجنگند، شما میید اعلان میکنید که چی میشه. من گفتم تعریف نکنید، من هنوز زنده هستم، حرفامو عوض نکنید. هر موقعی که دولت ایران، دولت رافضی آخوندی در صف مسلمانان به نفع اسلام و مسلمانان وارد جنگ با کفار بشه، در اون صورت بله، من هنوزم روی حرفم هستم. اما اینا فقط به خاطر مصالح خودشون وارد جنگ شدن، به خاطر اسلام نیست، به خاطر مسلمان ها نیست. در این میان ملت ایران هم قربانی است، کشورهای اسلامی هم قربانی هستند، مردم فلسطین هم قربانی هستند، مردم لبنان هم قربانی هستند. قربانی خودخواهی ها و مصلحت گرایی های رژیم رافضی و آخوندی ایران. اینا هیچ وقت به نفع اسلام و مسلمانان در هیچ جای وارد جنگ نشدن در طول تاریخ و نخواهند شد. در این زمان چرا این جنگ رو یکی از اسباب به راه اندازی این جنگ و همونطوری که تحلیلگران میگن، همونطوری که شما هم از صحبت‌ها و از اخباری که از آمریکا پخش میشه شنیده باشید، یک نوع نارضایتی در بین حتی سران آمریکا در مورد وارد شدن به این جنگ، که انه یک جنگ ناخواسته است که اینها وارد شدن. همه چیز برمیگرده به قضیه آبستین و اون جزیره‌ای که اون فضای اخلاقی و جنسی که در اونجا با قوت این در رسانه‌ها پخش شد و همه افکار عمومی جهان رو مشغول کرده بود. به یک بارگی همه این خبرها در مورد آبستین و کسانی که در اونجا بودن و مسائلی که در اونجا اتفاق افتاده بود همه خاموش شد و قضیه به سمت و سوی ایران و جنگ با ایران متوجه شد. که هنو که آمریکایی ها را هم اسرائیلی ها یهود تهدید کردند که بله فیلم هاتون پیش ما هست، فضایی که در اونجا ترامپ و دستیارانش و دوستانش انجام دادن رو ما داریم، اگر وارد این جنگ نشید ما اینها رو نشر میکنیم. خلاصه این جنگ رو به راه انداختن، همون برنامه‌ای که در میدیا بهش میگن اجندا ستینگ. اجندا ستینگ من بارها در برنامه ذکر کردم، یک برنامه خاصی هم در مورد تاثیر میدیا بر افکار عمومی در موردش صحبت کردم. این است که رسانه‌هایی، فکر کنید مثلا CNN، صدای آمریکا، دوچه وله، BBC یا رسانه‌های مختلفی که وجود داره، اینا یک سری اجنده خاصی دارن. اونها یک سازمان و مؤسسه خیریه نیستن که به خاطر گل روی شما بیان برای شما اخبار بگن، برای شما برنامه بگذارن، شما رو خوشحال بکنن. نه، اینها یک برنامه‌هایی دارن، یک اجندایی دارن، که یک اولویت‌هایی دارن که به خاطر اون این کانال‌ها رو تأسیس کردن. به خاطر همین امروز تأثیری که میدیا بر افکار عمومی داره هیچ چیز دیگری نداره. میان یک مسئله ای رو، اجندا ستینگ یعنی چی؟ یعنی ترتیب اولویت‌ها. یک قضیه خیلی مهم و داغی برای انسانیت و برای بشریت وجود داره که ذهن انسان‌ها رو، بیننده‌ها رو، جامعه بشری رو به خودش مشغول کرده. چطور بیایم این قضیه رو دور بکنیم از افکار عمومی؟ چطور بیایم تصویر ذهنی انسان‌ها رو عوض بکنیم؟ میان یک موضوع دیگری رو که شاید به بزرگی اون موضوع قبلی و اصلی نباشه رو چنان بیان میکنن، چنان برای مردم توسعه میدن، چنان این رو نشر میکنن، چنان این رو بهش پردازش میدن در میدیا که اون موضوع اصلی و مهمی که وجود داره و پرابلم اصلی که در جامعه وجود داره اون رو تحت شعاع قرار بده، که همین کار با قضیه آبستین کردن. اگر به یاد داشته باشید، کسایی که حافظه تاریخیشان قوی است، در زمان بیل کلینتون یک آبروریزی بزرگی در کاخ سفید رخ داد. یک کارمندی، الان شما در گوگل بنویسید آبروریزی های بیل کلینتون یا مونیکا لیونسکی و بیل کلینتون. مونیکا یک دختری بود که در کاخ سفید کار میکرد، کارمند بود در اونجا. آقای بیل کلینتون که در اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود در دهه 90، با ایشون رابطه جنسی برقرار میکنه. با مدت زیادی خلاصه با هم دیگه رابطه داشتن، تا که کم کم این قضیه رو میشه و تبدیل شد به یک فضیحه بزرگی در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون.
هیلاری خانم که به اصطلاح یک موقعی وزیر خارجه بود در دولت جورج بوش فکر کنم، خانم ایشون از این قضیه خبر شد و حالا یک سر و صدای بزرگی در همه دنیا که آقا رئیس جمهور آمریکا، بزرگترین کشور جهان، قدرتمندترین کشور جهان، ابرقدرت جهان، رئیس جمهورش در دفتر کارش با یه دختری به نام مونیکا روابط نامشروع داشته. شاید تصور بکنید آمریکا به خاطر که این قضیه رو تحت پوشش قرار بده، یا میدیای جهانی که در دست یهود هست، در دست آمریکا هست، به خاطر که این قضیه رو تحت پوشش قرار بده و این قضیه رو پنهان بکنه از افکار عمومی، میدونی چی کار کردن؟ بیش از 70 موشک به افغانستان زدن. خیلی شما عزیزان شاید در اون موقع اصلا به دنیا نیامده باشید، خیلی کوچیک باشید، یعنی این مسائل شاید اصلا به یادتون نباشه. این چیزی که برای شما ذکر میکنم قبل از 11 سپتامبر است، قبل از اینکه القاعده حمله بکنه، قبل از اینکه خیلی امروز مثلا متهم میکنن که آقا القاعده سبب شد که این همه بدبختی رخ بده، این همه مسلمان ها در به در بشن، کشته بشن، مهاجر بشن، کشورها خراب بشه، افغانستان اشغال بشه. اما هیچ کس نمیدونه، شاید خیلی ها ندونن که در زمان بیل کلینتون بعد از رسوایی مونیکا لوینسکی آمریکا بیش از 70 راکت کروز افغانستان رو زد، بیشتر مناطق خوست و پکتیا و این مناطق رو. و اینقدر این قضیه رو بزرگ کردن که آی اینجا مراکز تروریستی بوده، که آی اینجا فلان بوده، که آی اینجا این بوده و اون بوده. روستاها رو، ملت بیچاره بدبخت رو، کوچی‌ها رو، مردم غیر نظامی رو، عشایری که در اونجا زندگی می‌کردن رو همه رو به خاک و خون کشیدن. به خاطر چی؟ به خاطر که افکار عمومی رو از قضیه مونیکا منصرف بکنن و واقعا همون کارم شد. دیگه BBC و صدای آمریکا و CNN و دوچه وله و همه رسانه‌های دنیا شروع کردن قضیه مونیکا رو بهش پرداختن و از این مسئله مونیکا و رسوایی کاخ سفید و بیل کلینتون رو فراموش کردن. میدیای غرب همیشه این کارو میکنه. به خاطر پوشاندن یک رسوایی که رخ داده حتی حاضرن که 1 میلیون انسان هم بکشن، کشوری رو ویران بکنن، ملتی رو در به در بکنن. و ما امروز هیچ انسان با وجدانی خوشحال نیست از اینکه امروز ملت ایران به خاک و خون کشیده بشه، از اینکه شهرهای ایران خراب بشه، از اینکه زیرساخت‌هایی که نفع آن برای ملت ایران از بین بره، از اینکه این ملت شریف و نجیب و این ملتی که با این تاریخ و فرهنگ و ثقافتی که داره، این ملت نابود بشه، این ملت داغدار بشه، این ملت کشته و زخمی بشه. هیچ کس از این هیچ انسان، اصلا مسلمان چی که هیچ انسان با وجدانی از این قضیه خوشحال نیست. اما یک روز همین چند روز اخیر که دوستان میگفت دل شما نمیسوزه به این وضعیت. من الانم به شما عزیزان میگم راستشو بگم دلم نمیسوزه، ناراحت هستم و محکوم میکنم به شدت کشتار غیر نظامیان، کشتار مردم بیگناه، کشتار ملت بی‌دفاعی ایران رو محکوم میکنیم. هیچ مسلمانی، هیچ انسان با وجدانی از این قضیه خوشحال نیست. اما چرا دل من نمیسوزه؟ چرا دل ملت عراق نمیسوزه؟ چرا دل ملت سوریه نمیسوزه؟ چرا دل ملت مظلوم و ستمدیده یمن نمیسوزه؟ چرا دل مسلمانان افغانستان نمیسوزه؟ انسان‌های واقعی که واقعا درد دیدن، رنج دیدن، واقعیت‌ها رو میدانن. چرا کشورهای عربی که امروز به بهانه آمریکا و به بهانه اسرائیل مورد حملات کورکورانه موشک‌های ایران قرار میگیرن، چرا دل اون ملت‌ها نمیسوزه؟ چرا نمیسوزه میدونید؟ چون همین حکومت، همین ملت و همین روشنفکرانشون دیروز که در عراق، در سوریه جنایت میشد ساکت بودن. من بارها به خدا تعجب میکردم مخالفین رژیم آخوندی، همینایی که داد میزنن در غرب نشستن، تلویزیون ها دارن، شاید شما دیده باشید برنامه هاشون و کلیپ هاشون رو، که همیشه میگن حقوق زن در ایران، زن، زندگی، آزادی، حقوق زن زیر پا شده، حقوق نمیدونم اقلیت ها زیر پا شده، آی فلانی رو دار زدن، آی فلانی رو کشتن، آی این کارو کردن. همینایی که مخالف رژیم آخوندی بودن در زمان
جنایت‌های رژیم آخوندی در عراق و سوریه خوشحال بودن. این چرا خوشحال بودن؟ این نشانه اقتدار ایران است، این نشانه اقتدار ایرانیت است که اینها امروز ایران در سوریه حضور داره، در عراق حضور داره، این همان سرزمین فارس بزرگ است، همان ایران بزرگ است و فلان است. از این حرفا داشتن میزدن. اون موقع حقوق بشر نبود، حقوق انسان نبود، دلشون به حال ملت ایران نمیسوخت. و همین ملت خود ایرانی که امروز زیر بمب و راکت اسرائیل و آمریکا هستن خوشحال بودن. همینا فرزندانشون میفرستادن برای اونایی که در عراق و سوریه جنایت میکردن، از مریخ نیومده بودن، فرزندان همین ملت بودن. چند تا تظاهرات در ایران ملت ایران را انداختن که از حکومت ایران بخوان که در عراق و سوریه مداخله نکنه. به خاطر زن تظاهرات کردن، به خاطر پسرش ها تظاهرات کردن، به خاطر نمیدونم انتخابات تظاهرات کردن، به خاطر قیمت نان و بنزین و فلان تظاهرات کردن. اما به خاطر مردم سوریه و عراق تظاهرات کردن؟ به خاطر کودکان مظلوم سوری تظاهرات کردن؟ نه. بارها شما شاهد هستین که در این برنامه آن روزه که زنگ می‌زدن و دفاع می‌کردن. دفاع از کی می‌کردن؟ دفاع از جنایت‌هایی که رژیم آخوندی داره در عراق و سوریه انجام میده. علی‌رغم اینکه محکوم می‌کنیم، دلمون به حالشون نمی‌سوزه. والله دلم روزی که خبر کشته شدن و به هلاکت رسیدن جنایتکار قرن ضحاک خونخوار خامنه‌ای رو شنیدم، سجده شکر کردم. الحمدلله که خداوند این جرثومه کثیف رو از بین امت اسلامی و از بین بشریت برداشت. جنایاتی که در طول 30-40 سال اخیر این انسان مرتکب شده مگر کم است؟ و اون بدبخت‌هایی و اون بیشرف‌هایی و اون سنی‌های اثناعشری که در روز به درک واصل شدن خامنه‌ای پیام تسلیت دادن، ناراحت شدن، او رو شهید گفتن، الله سبحانه و تعالی اینها رو هم با خامنه‌ای محشور بکنه، همشون رو. هم خودشون الان بگن آمین اگر واقعا اعتقاد دارن که خامنه‌ای آدم خوب بوده، بعد خوشحال بشن از این دعای من. خداوند با خامنه‌ای محشورشون بکنه. ملاها، دکترها، وزینها، فلانها، همه اینایی که خوشحال بود، ناراحت بودن و تسلیت گفتن و اشک افسردگی و ناراحتی ریختن، خداوند همه زندگیشون رو در افسردگی و ناراحتی بگذرانه. چون این انسانهای بیشرف فراموش کردن دیروز کشته های کودکان مظلوم سوریه و عراق رو که به امر مستقیم خامنه‌ای به شهادت رسیدن. اینا چه جور انسانهایی هستن، چه بشری هستن، واقعا انسان تعجب میکنه. بعد باشون که بشینی بیایی در بین امت اسلامی اتحاد برقرار بکنیم. مقاله می نویسن در بین امت اسلامی اتحاد برقرار بکنیم، تفرقه ایجاد نکنیم. که انه 1.5 میلیارد مسلمان سبب تفرقه در بین امت اسلامی بودن. سبب تفرقه در بین امت اسلامی همین روافضی هستن که امروز تعدادشون با همه آتشخالایی که هستن همشون رو جمع بکنید شاید تعدادشون به 100,000 نرسه. تعداد اینا 100,000 نیست در بین امت اسلامی که بیش از 2 میلیارد است. بعد یکی از اینا رو اگر شما بعد گفتید، تفرقه در بین امت اسلامی ایجاد میشه. اصلا سبب تفرقه، اصلا امت اسلامی کی است؟ امت اسلامی بیش از 1,900,000,000 مسلمان موحد سنی است یا 100,000 رافضی خبیث؟ کدوم این امت اسلامی هستن؟ اصلا نمیدونم معیار امت اسلامی در نزد اینها کی است. ثانیاً وانگهی در بین امت اسلامی کی اختلاف انداخته؟ کسانی که به ناموس پیامبر توهین میکنن، کسانی که به عرض و شرف پیامبر توهین میکنن، کسانی که همسر پیامبر رو متهم به زنا میکنن، کسانی که همسر پیامبر رو متهم به کفر و نفاق میکنن، کسانی که به نزدیکترین یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت کفر و نفاق و زندقه رو میزنن. همین خمینی در کتاب حکومت اسلامی به سیدنا عمر میگه که رأس کفر و زندقه است و من بارها اینا رو نشون دادم از کتابهای خودشون. اختلاف در بین امت اسلامی کسانی می اندازن که اگر شما اعتقادات اونها رو قبول نکنید شما جهنمی هستید.
شما مسلمان نیستید، کافر هستید. یک از امامانشون رو انکار بکنید شما کافر هستید. الان اختلاف در بین امت اسلامی ما میندازیم یا اونا انداختن؟ اونایی که غیر از شیعیان همه مسلمان ها را حرامزاده میدانن، اختلاف رو در بین امت اسلامی ما انداختیم یا اونا انداختن؟ به کدام یک از بزرگان اهل بیت ما توهین کردیم یا اهل سنت توهین کردن؟ به کدام یک از بزرگان اهل بیت رسول الله که اونها رو بزرگان و امامان خودشون میدونن کوچکترین بی‌ادبی، بی احترامی یک سنی کرده یا امت اسلامی کردن؟ اما اینها به بزرگترین مقدسات امت اسلامی، وقتی اینجا میگیم امت اسلامی منظور ما اکثریت است. امت اسلامی اهل سنت هستن، امت اسلامی پیروان قرآن و سنت پیامبر هستن. امروز اونها به ما توهین میکنن، اهانت میکنن، سبب تفرقه و نفرت و کین و عداوت و دشمنی میشن یا ما؟ شما برید مطالعه بکنید، کتاباشون رو برید ببینید، همین کتاب‌های خمینی رو ببینید. من بارها در همین برنامه از کتاب طهارت صفحه 343 یا 42 جلد سوم از زبان خود خمینی که نمیگه صحابه پیامبر امهات المؤمنین رو، اینا میگه نجسترین از سگ‌ها و خوک‌ها هستن. بارها از کتاب خودش نشون دادم. الان اینا شدن امت اسلامی و شمایی که حالا در مرگ مثلا خامنه‌ای اگر تسلیت نگید یا در کنار این رژیم خبیث و این رژیم خونخوار و جنایتکار قرار نگیرید، شما شدید دشمن امت اسلامی. پس عجب منطقی دارن. بله اینها با آمریکا و اسرائیل درگیرن. اگر فردا مثلا روسیه با اسرائیل درگیر شد، روسیه با اسرائیل وارد جنگ شد سر یک مسئله، سر اوکراین، سر هر چیز دیگری، سر مسائل اقتصادی، چون اوکراین یا روسیه با اسرائیل درگیر شده پس اون آدمای خوبی هستن؟ چه منطقی هستین؟ چون اسرائیل با ایران درگیر شده ایرانی‌ها خوب هستن، حکومت ایران خوب است. و این متاسفانه آشغال‌ها و تفاله‌های اخوان المسلمین که هم به اخوان المسلمین خیانت کردن، هم به بزرگان اخوان خیانت کردن، هم به مفکرین اخوان خیانت کردن، هم به اهداف و به مرام اخوان خیانت کردن و حقوق بگیرهای شورای اخوت در افغانستان، کسانی که شورای ایران درست کرده به نام شورای اخوت، یک عده ملاهای مزدور رو، یک عده دکترها و دعوتگران، به ظاهر دعوتگران رو در اونجا حقوق بهشون میداد که امروز گوشتشون و پوستشون و چربی بدنشون از پول ایران رشد کرده، مجبورن امروز باید جواب پس بدن. پاداش اون احسانهای روافض رو باید امروز پس بدن. به خاطر همین هر کس که حرف از جنایات اینها بزنه چیکار میکنن؟ میان توهین میکنن، میان اهانت میکنن که آقا اینها دشمنان امت هستن، اینا در بین امت تفرقه میندازن. سبب قتل عام اهل سنت در سراسر دنیا در 45 سال گذشته مگر غیر از حکومت آخوندی ایران کسی دیگری بوده؟ هر خونی که توسط ناتو، توسط آمریکایی‌ها در افغانستان ریخته شده مگر غیر از حکومت ایران کسی دیگه سبب بوده؟ اینها جنایت کردن. اینها در افغانستان همه جنایت هایی که ناتو و آمریکا انجام داده سببش حکومت ایران بود. دوستان عزیز، حالا کلیپش را اگر آماده کرده باشن به من اطلاع بدن، کلیپ پخش بشه و دوستانی که در تیک تاک هستن کلیپ را از طریق صفحه یوتیوب ما در ندای حق ببینن که در این کلیپ خاتمی، وزیر خارجه شون، احمدی نژاد، همه اینا اعتراف میکنن، میگن ما در اشغال افغانستان با آمریکا کمک کردیم، ما بهشون نقشه دادیم، اصلا این نقشه ها رو ما بهشون دادیم که اینجا رو بزنید، اینجا رو بزنید، اونجا رو بزنید. شما تصور بکنید در یک عروسی در منطقه بادغیس در یک شب، یک روستای کاملی که در اونجا محفل عروسی برگزار شده بود،
این روستا با حدود 300 400 نفری که در این عروسی شرکت کرده بودن همه محو شدن، نابود شدن. این کار کی کرد؟ این نقشه ها رو کی داد؟ من امروز از کشته شدن این جنایتکاران سران سپاه خوشحالم. الله سبحانه و تعالی بقیهشون رو هم ببره به دنبالشون. اینا نه تنها در حق ملت ایران خیانت کردن، جنایت کردن، بلکه در حق ملت عراق، سوریه، افغانستان، یمن، لبنان، در هر جایی که پای نحس اینها رسید اینا جنایت کردن. خودشون اعتراف میکنن که قاسم سلیمانی به خاطر که توازن قدرت به وجود بیاد و در اونجا مشکل به اصطلاح سقوط حکومت بشار رو حل بکنن، رفت و پوتین رو قانع کرد که نیرو بفرسته به سوریه. قاسم سلیمانی لعنت الله علیه میره پوتین رو قانع میکنه که بیاد نیرو بیاره در سوریه و همین روزها در سوریه چه جنایاتی رو انجام ندادن در حق مسلمان ها. بعد امروز دل ما بسوزه به خاطر اینکه اینها به درک واصل شدن. سوالی که هیچ جوابی ندارند. آقا این موشک هایی که اینها در زمان جنگ غزه بیش از 60-70 هزار نفر مسلمان در اونجا به خاک و خون کشیده شد، این موشک هایی که امروز به شهرهای مختلف اسرائیل داره برخورد میکنه، به سرزمین های اشغالی داره برخورد میکنه، این موشک ها در اون موقع کجا بود؟ چرا ازش استفاده نشد؟ یعنی خون 60-70 هزار فلسطینی ارزش این را نداشت که آقا 4 تا موشک شما بزنید به شهرهای اسرائیل؟ اما الله سبحانه و تعالی به ما در قرآن کریم چی میگه؟ میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. میگه ما نشانه های قدرت خودمون رو در آفاق و در نفسهای شما، در نفسهای آنها به شما نشان میدهیم، به آنها نشان میدهیم. و این سنت الهی است، سنتی که از بین بردن ظالمین توسط ظالمین و ستمگاران، از بین بردن ظالمین و ستمگاران توسط مؤمنان، سنت استخلاف که قومی که ظالم میشه، ستمگر میشه، طغیان میکنه، الله سبحانه و تعالی اونها رو از بین میبره و قوم دیگری به جاشون میاره. و اسباب نزول غضب و بربادی یک جامعه وقتی کاملا به پایان میرسه و اسباب نزول عذاب و غضب بر یک جامعه مهیا میشه که ظلم و طغیان در این جامعه به منتهاش برسه، که این کار رو رژیم ایران انجام داد. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره میگه که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر الله سبحانه و تعالی بعضی از انسانها رو توسط بعضی دیگر از انسانها از بین نبره، زمین به فساد کشیده میشه. ولکن الله ذو فضل علی العالمین. الله هست که صاحب فضل است بر جهانیان. گاهی اوقات بعضی انسانها رو توسط بعضی از انسانها الله متعال طوری مهیا میکنه این نظام رو که اینها رو از بین ببرن توسط بعضی. حالا شاید این انسان یهودی باشه، مسیحی باشه، آمریکایی باشه، صهیونیست باشه، رافضی باشه، روس باشه، مسلمان باشه، هر کسی باشه، تا جلوی فتنه و فساد در زمین گرفته بشه. و جالب است که نظر علما رو من داشتم در مورد این آیه میخوندم. ابن عباس میگه که ولولا دفع الله العدو بجنود المسلمین لغلب المشركون فقتلوا المؤمنین و خربوا بلاد والمساجد. میگه اگر که الله سبحانه و تعالی مسلمانان رو غالب نکنه بر مشرکین و بر کفار و اونها رو شکست ندن، سبب میشه که سرزمین ها خراب بشه، مساجد خراب بشه. و در آیه دیگری الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیه 40 میگه که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع
والبیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. اگر که الله سبحانه و تعالی بعضی از انسانها رو توسط بعضی از دیگر از بین نبره، عبادتگاه ها خراب میشه، مساجد خراب میشه، اماکنی که در اونجا ذکر الله هست خراب میشه. ولینصرن الله من ینصره، و کسانی رو که الله بخواد اونها رو پیروز میکنه. ان الله لقوی عزیز. کسی رو که الله بخواد پیروز بکنه، گاهی اوقات ما میگیم که شاید یک دولت عادلی با وجودی که کافر باشد پایدار بماند، اما یک دولت ظالمی با وجودی که مسلمان باشد پایدار نماند. این سنت الهی است. ابن کثیر جالب است در تفسیر اینا میگه که اگر الله سبحانه و تعالی یک قومی را توسط قوم دیگری از بین نبرد که اینها سبب شر و فتنه و فساد در بین مسلمان ها میشن، سبب میشه که زمین فاسد بشه، فتنه و جنگ و جنایت و ظلم در زمین همه‌گیر بشه. به خاطر همین است که الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 129 چی میگه؟ و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. به خاطر همین است که بعضی از ظالمین رو بر بعضی از ظالمین دیگر مسلط میکنیم. این سنت الهی است. گاهی اوقات الله متعال ظالمی رو بر ظالم دیگری مسلط میکنه. چرا؟ بما كانوا یکسبون، به خاطر اعمال خودشون. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که من عان ظالما علی ظلمه، کسی که ظالمی رو، ستمگری رو در ظلم و ستمش همکاری بکنه، سلطه الله علیه، همین ظالم رو الله سبحانه و تعالی بر او مسلط میکنه. دیروز با آمریکا نقشه میدادن، دیروز با آمریکا کمک میکردن که افغانستان اشغال بکنه، عراق رو اشغال بکنه، دیروز به روس‌ها کمک میکردن که سوریه رو اشغال بکنه. امروز الله سبحانه و تعالی همون ظالمین رو بر سر خودشون مسلط کرده. همون بمب هایی که 1 تنی و 2 تنی رو که توسط بی 52 آمریکا در افغانستان میانداخت، ملت افغانستان رو به خاک و خون میکشید، در عراق ملت عراق رو به خاک و خون میکشید، در همون جنایاتی رو که اینها در سوریه انجام دادن و ملت سوریه رو به خاک و توسط همان بمب ها، توسط همان هواپیماها امروز خودشون به خاک و خون کشیده شدن. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. سنت الهی است و هیچ تغییری و تبدیلی در سنت الهی ایجاد نمیشه. الله سبحانه و تعالی ظالم و ستمگری که انسانهایی رو که به ظالم و ستمگری کمک بکنن در ظلم و ستمشون، همین ظالم ستمگر رو بر اونها مسلط میکنه. ابن کثیر در تفسیر آیه 129 سوره انعام و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون اینجا میگه کذالک نفعل بالظالمین، این گونه الله سبحانه و تعالی با ظالمین عمل میکنه. نسلط بعضهم علی بعض، بعضی را بر بعضی دیگر چیکار میکنه؟ مسلط میکنه. و نهلک بعضهم ببعض، و بعضی از اینها را توسط بعضی از دیگر به هلاکت و نابودی میکشانه. و ننتقم من بعضهم ببعض، و الله متعال انتقام میکنه از بعضی از اینها توسط بعضی دیگر. ظالمی رو، کافری رو، یهود و نصارایی رو بر رافضی مسلط میکنه تا انتقام خون مظلومین رو بگیره. اون روزی که زن بیچاره‌ای رو در پیش شوهرش بهش تجاوز میکردن، سیلی میزدن، لباسش از تنش در میآوردن، اون سنی بیچاره غیر از این که بگه یا الله، در سوره شعارشون ما لنا غیرک یا الله، میگفتن ای الله ما غیر از تو کسی دیگری رو نداریم. من یک روز در یک مجلسی بود در وصال، به همکاران به دوستان گفتم من تعجب میکنم از صبر الله سبحانه و تعالی. این فریادهایی که امروز دل ما رو ریش ریش میکنه، کی الله سبحانه و تعالی به این فریادها توجه میکنه؟ کی الله سبحانه و تعالی انتقام اینها رو میگیره؟ کی این ظالمین و ستمگرانی که امروز بهبه و چهچه میزنن، امروز بر روی اجساد
زنان و کودکان اهل سنت میرقصن، کی الله متعال از اینها انتقام میگیره؟ والله باورمون نمیشد که الله متعال اینطوری انتقام میگیره. در ظرف 24 ساعت هرچه سگ و خوک و خنزیر بزرگ اینها که بود همه رو اسرائیل میاد همه رو نابود میکنه. یا رب لک الحمد، الحمدلله. چطور الله سبحانه و تعالی انتقام اونها رو گرفت؟ اون موقع یاری نداشتن، مددگاری نداشتن، صداشون به جایی نمیرسید، اما صداشون در پیش الله سبحانه و تعالی هیچ وقت ضایع نمیشه. الله سبحانه و تعالی فراموش نمیکنه. الله سبحانه و تعالی انتقام میگیره ولو بعد از مدتی. من این آیه رو برای شما بیارم. الله سبحانه و تعالی در سوره ابراهیم آیه 42 چقدر جالب میگه: ولا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون. میگه فکر نکنید، گمان نکنید که الله سبحانه و تعالی غافل است از اون اعمالی که ظالمین انجام میدند. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. بلکه اونها رو برای روزی که چشمها در آن روز خیره میشود به تأخیر میافکند. اون روز جنایت کردن، الله سبحانه و تعالی بعد از 10 سال 15 سال چنان انتقامی ازشون گرفت، چنان انتقامی ازشون گرفت که اصلا خودشون موندن. امروز یکی از اون جنایتکارانی که در اون جرم‌ها و جنایت‌های بزرگی که در عراق و سوریه و افغانستان صورت گرفت، یکیشون هم امروز زنده نیستن، همشون نابود شدن. امام فضیل ابن عیاض در تفسیر این آیه حرف عجیبی میزنه. میگه و اذا رأیت ظالما ينتقم من الظالم فقف و انظر فیه متعجبا. میگه اگر دیدی که یک ظالمی داره از یک ظالم دیگری انتقام میگیره، میگه فقط وایستا، نگاه کن و تعجب بکن و من میگم کیف بکن. وقتی دیدی ظالمی از ظالم دیگری داره انتقام میگیره، میگه وقتی دیدی که ظالمی از ظالمی داره انتقام میگیره، وایستا و نگاه کن، تعجب کن و کیف کن که چطور خداوند انتقام مظلومین رو از ظالمین توسط ظالمین میگیره. امام مالک ابن دینار رحمت الله علیه میگه قرأت فی الزبور، میگه در زبور خواندم که اینی انتقم من المنافقین بالمنافقین. الله متعال میگه که من انتقام میگیرم از منافقین توسط منافقین. ثم انتقم من المنافقین جمیعا. بعد از اون از همه منافقین انتقام میگیرم. و كذلك نولی بعض الظالمین بعض. میگه همین آیه رو در قرآن کریم هم داریم، هم در زبور و هم در قرآن کریم داریم. یکی از عجایبی که امروز و امیدواریم که امروز جنگ بین آمریکا و اسرائیل و بین رژیم جنایتکار ایران سپیده ظهور یک نیروی جدیدی در بین امت اسلامی باشه، یک مجدد جدیدی، یک نیروی جدیدی، یک قوه جدیدی که اسلام رو دوباره تجدید بکنه، دین رو دوباره تجدید بکنه.
چون در این جنگ شکی نیست که دارن با تمام قوت همدیگر رو میزنن و دارن با تمام قوت همدیگر رو نابود میکنن و هر دوتا دارن ضعیف میشن. ما در تاریخ حین همین رو داریم و در قرآن کریم هم الله سبحانه و تعالی این رو برای ما ذکر کرده. دیروز یکی از دوستان میگفت که مگر شما سوره روم رو نخوندید؟ الله سبحانه و تعالی میگه که غلبت الروم، این صفحه رو دوستان اگر نشون بدن، غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بین فارس، ایران امروزی، و بین روم، کالا بگیم آمریکا و اروپای امروزی، جنگی رخ داد. در این جنگ کی پیروز شد؟ فارس ها بر رومی ها پیروز شدن. مسلمان ها ناراحت شدن. چرا؟ چون رومی ها اهل کتاب بودن، به مسلمان ها نزدیکتر بودن. فارس ها زردشتی بودن، آتش پرست بودن، به مشرکین نزدیکتر بودن. مشرکین خوشحال شدن، گفتن کسانی که به ما نزدیکترن پیروز شدن و کسانی که به مسلمانان نزدیکترن شکست خوردن. الله متعال در این سوره مژده میده که در طی چند سال، چند وقتی در عربی اومد از 3 تا 10، از 3 تا 9، در طی چند سال همین رومی ها بر فارس ها پیروز خواهند شد. میگید و در آن روز مؤمنین خوشحال خواهند شد. یکی از پیشگویی‌های قرآن است. این اتفاق کی رخ داد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت کردن، رخ نداد. ابوبکر صدیق حکومت کرد، رخ نداد. در زمان عمر فاروق، در شروع خلافت عمر فاروق این جنگ رخ داد و رومی ها بر فارس ها پیروز شدند و در اون روز مسلمان ها خوشحال شدند. و امروز جنگ بین یهود و نصارا و بین مشرکین هست. جنگ بین یهود و نصارا و بین مشرکین. و الله سبحانه و تعالی هر دوی اینها رو، همونطوری که فارس ها و روم ها در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه با هم دیگه جنگیدن، به اندازه ضعیف شدن هر دوتا که در ظرف 30 سال مسلمان ها توانستن هم سرزمین روم رو فتح بکنن هم سرزمین فارس رو. اونا با هم جنگیدن، هر دو طرف ضعیف شدن. ایران هم فتح شد، سرزمین شام تا مصر، اینا که همه جز سرزمین روم محسوب می شدن، همه اینا فتح شدن توسط مسلمانان، چون هر دو طرف ضعیف شده بودن. و با ضعف اینها و با از قدرت افتادن اینها، هر دو طرف وقتی ضعیف بشه، اینجا وظیفه امت اسلامی است، وظیفه مسلمان هاست که با هم متحد بشن، نیروی موحدی تشکیل بدن. و ما داریم سر و صداشو کم کم داریم میشنویم. امروز بعد از سالها میبینیم که عربستان سعودی با ترکیه داره نزدیک میشه، مصر داره با ترکیه و عربستان سعودی نزدیک میشه، پاکستان همچنین. اگر این منافقین و این شیادانی که امروز در رأس حکومت پاکستان هستن، این نوکران یهود و نصارا، اگر اینها بگذارن، ملت‌ها دارن به هم نزدیک میشن، دلها داره به هم دیگه نزدیک میشه. و این بشائر و مژده فتح و پیروزی است برای امت اسلامی، اگر ما بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. امروز اگر که عربستان سعودی، اگر مصر، اگر ترکیه، اگر پاکستان، همین کشورهای بزرگ اسلامی با همدیگه دست به دست هم بدن، یک اقتصاد مشترک، یک نیروی مسلح مشترک، یک پیمان دفاعی مشترک در بین خودشون ایجاد بکنه، مگر کسی جرئت میکنه به اینا بگه بالای چشم شما ابروست؟ امروز دقیقاً همون حالتی که روم ها و فارس ها در زمان رسول الله و در زمان سیدنا عمر داشتن که به ضعیفترین حالت خودشون رسیده بودن و مسلمانان با یک حمله برق‌آسا توانستن عراق رو، فارس رو، ایران رو، این طرف اردن رو، فلسطین رو، لبنان رو، حالا این اسمایی که فعلا است که قبلا سرزمین شام میگفتن، تا مصر رو مسلمان ها فتح بکنن و کسی نتونست جلوشون وایسته، چون اینقدر با هم دیگه جنگیده بودن که هر دو طرف ضعیف شده بود. و الله سبحانه و تعالی اینقدر اینها رو با هم مشغول بکنه و اینقدر اینها رو به جان هم دیگه بیاندازه که امت اسلامی از شر یهود و نصارا و روافض راحت بشن، به شرطی که ما بتوانیم از این فرصت ها
به نفع امت اسلامی استفاده بکنیم. مثلا دیدیم در سوریه روزی که روس‌ها مشغول شدن در اوکراین و نیروهای نظامیشون پی هم در اونجا با شکست مواجه شدن، توجهشون به سوریه کم شد و خیلی از نیروهاشون رو از سوریه کشیدن و بردن در جنگ اوکراین. الله سبحانه و تعالی، شما نمیدونید حکمت‌های الله متعال در کجاست. جنگ بین روسیه و اوکراین رو الله متعال در اونجا ایجاد کرد تا ملت مظلوم و ستمدیده سوریه رو از شر روافض و از شر روس‌ها و از شر نصیری‌های بعثی بشار اسد و جماعتش نجات بده. حکمت الله سبحانه و تعالی است. یک نکته دیگری رو چون وقت کم داریم میخوام در اینجا خدمت شما عزیزان بیان بکنم. بعضی از جهال ما، بعضی از احمقهای ما به این جنگ دارن به عنوان یک جنگ اسلام و کفر میبینن و حکومت جنایتکار آخوندی رو نماینده و ممثل امت اسلامی میدانن، چون که داره با آمریکا میجنگه، چون که داره با نمیدونم اسرائیل میجنگه فلان. دوستان عزیز، این جنگ ها و این درگیری ها نه به خاطر اسلام است نه به خاطر مسلمان ها. اینها به خاطر منافع خودشون هست و به خاطر بقا وجود خودشون هست و به خاطر تقسیم اون کیکی است که سرش با همدیگه درگیر شدن. اگر توسعه طلبی های آخوندها نمی بود و به اصطلاح حق یهود و نصارا و آمریکا را آنطوری که در پشت پرده اتفاق کرده بودن، به توافق رسیده بودن، به اونها میدادن، امروز به جان هم دیگه نمی افتادن. اما از یک دیدگاه دیگه، از یک منظار دیگه بخوایم این قضیه رو بررسی بکنیم. امروز یک گروهی در آمریکا حاکم است، در رأسشون ترامپ است. این کابینه‌ای که داره، افراد جنرال های بزرگی که در رأس ارتش آمریکا هستن، اینها از یک فرقه‌ای هستن از مذهب پروتستانت در بین مسیحی‌ها. من قسمتی از اعتقادات اینها رو شاید شما عزیزان تا حالا نشیده باشید. از منابع خودشون و از کتاب خودشون و از کتاب مقدس، از انجیلشون برای شما میارم، با آدرس برید چک بکنید ببینید. و همین اعتقاداتی رو که ترامپ و جماعتش داره، همین اعتقادات رو نتانیاهو و کابینش و حکومتش داره و همین اعتقادات رو هم خامنه‌ای و حکومتش و همینایی که به درک واصل شدن و بقیه‌ای که در راه هستن همینا دارن. از یک منظار دیگری، از یک دیدگاه دیگری وقتی به قضیه نگاه می‌کنیم، این یک جنگ مذهبی بین سه ایدئولوژی و سه اعتقاد مذهبی است که تقریباً هر سه‌شون با هم یکی است. به خاطر همین وقتی ما گاهی میگیم که اصل رافضه‌گری از یهودیت گرفته شده و اصل مسیحیت از یهودیت گرفته شده و اینها در حقیقت اصلشون برمیگرده به یک اعتقاد، به یک ایدئولوژی و امروز سه فرقه شدن، اما هنوز هم علائمی که اینها رو به همدیگه نزدیک بکنه اعتقاداتشون رو در بین اینها دیده میشه. من اول شروع میکنم از آمریکا، از جنرال های آمریکایی، از کابینه ترامپ. یک اصطلاحی دارن در اصطلاح انجیل، اگر دوستان عزیز عزیزی که از طریق تیک تاک ما رو متابعت میکنن، پخش زنده ما شاید در حدود 5 دقیقه بعد به پایان برسه. دوباره سعی میکنیم که این پخش رو دوباره انشالله خدمت شما عزیزان تکرار بکنیم. اما در اینجا این رو خیلی مختصر و سریع برای شما بیان بکنم. یک اصطلاحی مذهبی دارن در بین این شاخه‌ای که از بین پروتستانت ها جدا شدن به نام The Great Tribulation، یعنی روزهای تنگ، روزهای سخت. این اصطلاح از کجا برمیگرده؟ در
سفر ارمیا در آیه 49 در انجیل میگه که نابودی رهبران سرزمین فارس یکی از نشانه‌های ظهور یا برگشت مسیح است. میگه نابودی رهبران سرزمین فارس یکی از علائم برگشت مسیح است. در سفر دانیال در آیه 8 چی میگه؟ پس از نابودی رهبران سرزمین فارس 2 شاخ قوچ شکسته می شود و این 2 شاخ قوچ نماد قدرت نظامی و معنوی فارس ها هستند. الان شما خوب دقت بکنید، ترامپ و کابینش این آیات رو بهش اعتقاد دارن، قبول دارن، گرچه کاتولیک ها و ارتدوکس ها این رو قبول ندارن. در سفر حزقیال آیه 38 چی میگه؟ پس از این ضربات فارس ها با روس ها و ترک ها متحد می شوند و ائتلاف یعجوج و معجوج شکل می گیرد. در سفر حزقیال آیه 38. پس دید ترامپ و جماعتش به این قضیه دید مذهبی است. بعد در همین سفر حزقیال چی میگه؟ میگه که رویدادها ادامه می‌یابد تا مردی صلحجو پدیدار شود که جهان را به سوی صلح رهبری می‌کند و در دوره صلح جهانی معبد ساخته می‌شود، مسجد الاقصی ویران می‌گردد و این خاورمیانه به اصطلاح اینجا شعله‌ور می‌گردد. در سفر اشعیا آیه 19 چی میگه؟ مصر کاملا کنار زده می‌شود، درگیری با خشکسالی رود نیل و بحران‌های شدید اقتصادی. بعد از اون چی میگه؟ مرد صلح، همین مردی که دنیا رو به صلح دعوت میکرد، ناگهان به ضد مسیح تبدیل میشود و جهان وارد 1260 روز تنگی بزرگ میگردد که حدود 3.5 سال میشه. اون روز تنگی بزرگ رو چی گفته بودیم؟ The Great Tribulation. این اصطلاحی است که در بین این فرقه پروتستان ها مشهور است. پس از 1260 روز مسیح نازل می شود. شیعه چی میگن؟ مهدی برمیگردد. یهودی ها چی میگن؟ عیسی مسیح می آید، مسیح اصلی، تا پادشاهی 1000 ساله را برپا کند. آخوندا چی میگن؟ مهدی میاد 1000 سال حکومت میکنه. همان گونه که در سفر رویا آیه 20 به این مطلب ذکر شده که 1260 روز مشکلات و جنگ و درگیری و فتنه در دنیا ایجاد می شود. بعد از اون چی میشه؟ مسیح میاد. و اینها امروز این گروه با این مفکوره، با این ایدئولوژی که در رأسشون ترامپ هست در کاخ سفید، دارن دنیا رو به خاطر ظهور این مسیحی که بهش اعتقاد دارن آماده میکنن. جنگ در اینجا، جنگ در اونجا، مشکلات، سختیات، که این به اصطلاح مسیح ظهور بکنه. حدود 250 میلیون مسیحی در دنیا این اعتقاد رو دارن که از پروتستان ها، یک شاخهای پروتستان ها محسوب میشن. و ارتش آمریکا امروز بر اساس این ایدئولوژی و بر اساس این فکر داره کار میکنه در دنیا. یهودی‌ها چه اعتقاد دارن؟ میگن که ساختن هیکل، که امروز به جای بیت المقدس میخوان هیکلی رو دارن اینجا بسازن، یکی از علامات قبل از ظهور عیسی مسیح هست، همون مهدی که اونها بهش اعتقاد دارن. برگشتن یهود به سرزمین فلسطین یکی از علامات ظهور مهدی است. تشکیل دولتی به نام اسرائیل یکی از علامات ظهور مهدی است. دوستان عزیز، من این پخش زنده رو دوباره فعال بکنم.
خب سلامی دوباره خدمت همه عزیزانی که در تیک تاک با ما هستن. در مورد اعتقادات مسیحی ها صحبت کردیم، اعتقادات ترامپ و کابینش امروز، اعتقادات نتانیاهو و کابینه رژیم صهیونیستی هم مثل اعتقاد اونهاست که میگن وقتی که سرزمینی به نام اسرائیل تأسیس میشه، وقتی که یهودی‌ها از سراسر جهان به این سرزمین میان، میگه وقتی که جنگ ها و فتنه ها سراسر دنیا رو در بر میگیره، وقتی که شر حاکم میشه، وقتی که جنگ های شدیدی رخ میده، وقتی که اخلاق و ارزش ها در جامعه از بین میره، در اون انگام انسان ها نیاز به یک مخلصی دارن، نیاز به کسی که اینها رو نجات بده. بعد از اون میگه رهبران شر، امروز حکومت اسرائیل اگه دیده باشید از زبان نتانیاهو و جنایتکاران صهیونیستی، همیشه رهبران ایرانی رهبران شر، رهبران تروریست ها و فلان، میگه رهبران شر در جهان حاکم میشن و حکم غیر مؤمنین، یعنی کسانی که خارج از دین یهودی هستن، در دنیا عام میشه. در این هنگام باید منتظر برگشت کی بود؟ مسیح منتظر. مهدی منتظر میگن، اونا میگن مسیح منتظر، که همه این موارد از کتاب تورات گرفته شده و امروز این صهیونیستایی که امروز حاکم هستن در اسرائیل، این به این اعتقاد دارن که باید دنیا رو پر از شر بکنیم، فساد بکنیم، فساد اخلاقی زیاد بشه، جنگ، فتنه، فساد زیاد بشه تا که زودتر این مسیح منتظر ظهور بکنه. شیعیان اثناعشری، عموم شیعیان اعتقاد به مهدویت دارن، با اختلاف این که مهدی کی است. شیعیان اثناعشری میگن که فرزند امام 11 است و صفاتش رو من قبلا در برنامه‌های خاصی که در این مورد داشتیم خدمت شما عزیزان بیان کردم که اعتقاد دارن که وقتی که دنیا پر از ظلم بشه، پر از جور بشه، پر از جنگ بشه، قتل عام بشه، فلان بشه، بعد از اون امام زمان ظهور میکنه. در سال 1324 هجری شمسی، تاریخ رو یادداشت بکنید، 1324، یعنی تقریباً چیزی در حدود 70 چند سال پیش، بیش از 70 سال پیش، در ایران در سال 1324 هجری شمسی کسی به نام حاجی آقای حلبی یک انجمنی رو تشکیل داد به نام انجمن حجتیه. انجمن حجتیه برمیگرده به حجت ابن الحسن العسکری. حجتیه از حجت ابن الحسن العسکری، یعنی امام زمان گرفته شده. ایدئولوژی و اعتقاد ترامپ و کابینش، اعتقاد و ایدئولوژی نتانیاهو و کابینش رو خدمتتون بیان کردم. حالا اعتقادات خامنه‌ای و کابینش مختصر میشه در انجمن حجتیه. اعضای انجمن حجتیه کیا بودن؟ موقعی که این در سال 1324 تأسیس شد و بعد از اون رشد کرد و کسانی که به این انجمن پیوستن و جز اعضای این انجمن بودن، من بعضی از اونها رو ذکر میکنم خدمتتون. سید علی خامنه‌ای، همین خامنه‌ای که به درک واصل شد، گور به گور شد چند روز پیش. علی اکبر ولایتی دبیر شورای نگهبان بود و مشاور خاص خامنه‌ای. محمد علی رجایی، رئیس جمهور بعد از بنی صدر فکر کنم رئیس جمهور شد و در انفجار دفتر نخست وزیری که کشته شد. کمال خرازی، وزیر خارجه سابق ایران. حداد عادل، دیگه نیاز به معرفی نداره. علی اکبر پرورش. جواد ظریف، وزیر خارجه گذشته. یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق، مهدی ابریشمچی. حسین احمدی نژاد، خود همین احمدی نژاد. صالحی آذری، حسین سجادی،
محمد حسین سجادی، محمد حسین عطار، غلام حسین آج محمد تقی، محمد مهدی عبدخدایی، محمد مهدی پرگل، اینا از اعضای مدیره و مؤسس انجمن حجتیه در مشهد بودن. بعداً به تهران منتقل شدن. بعداً با خمینی درگیر شدن در بعضی از مسائل و بعداً به شکلی ظاهری به اصطلاح این انجمن منحل اعلان شد. اما فکر حجتیه هنوز هم هست. خامنه‌ای فکر انجمن حجتیه رو داشت، علی اکبر ولایتی، احمدی نژاد، حداد عادل، جواد ظریف، علی اکبر ولایتی، خیلی از اینها فکر حجتیه رو داشتن. حجتیه چی میگن؟ باید دنیا رو پر از فساد بکنید، پر از جنگ بکنید، تفرقه ایجاد بکنید، فحشا ایجاد بکنید تا مقدمات ظهور حجت ابن حسن عسکری مهیا شود. الان دوستان ببینید 3 گروه هستن. یهود در رأسش نتانیاهو با اون اعتقادات منتظر کیان؟ مسیح. ترامپ و کابینش با اون اعتقادات منتظر کیان؟ برگشتن مسیح. خامنه‌ای با کابینش منتظر کی بودن؟ منتظر حجت ابن الحسن عسکری. همشون مشترکاتشون چی است؟ همشون باید دنیا به فساد کشیده بشه، دنیا به جنگ کشیده بشه، دنیا به گند کشیده بشه، فتنه و فساد و بد اخلاقی و خلاصه 1001 مشکلات دیگری در جامعه زیاد بشه تا که چی بشه؟ آقا امام زمان حجت ابن الحسن عسکری یا مسیح یهودیا یا برگشت دوباره مسیح ترامپ اینها صورت بگیره. و اینها به خاطر این اعتقاداتشون سعی میکنن، تلاش میکنن. آیا امروز وقت این نرسیده که امت اسلامی، مسلمانان در سراسر جهان به خاطر توحید، به خاطر اعلای کلمت الله و به خاطر برافراشتن پرچم لا اله الا الله دست به دست هم بدن، با هم متحد بشن؟ یک از دوستان میگه پس میگه ما در این جنگ طرف کی باشیم؟ آیا در هر جنگی، در هر مسئله‌ای باید ما طرف کسی باشیم؟ ببینید اگر امروز ایران در این جنگ پیروز بشه، فردا هیچ کس از این کشورهای سنی مسلمان از شر این نظام جنایتکار در همان نخواهد بود. اگر اسرائیل در این جنگ پیروز بشه، فردا کسی جلوی جنایات و تسلط صهیونیست‌های جنایتکار رو در کشورهای اسلامی نمیتونه بگیره. پس هم پیروزی رژیم آخوندی و هم پیروزی یهود و نصارا در این جنگ، هیچ کدام اینها به نفع مسلمان ها نیست. برادر، تو صاحب اعتقاد هستی، تو صاحب رسالت هستی، تو صاحب کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله هستی. تو حتما باید طرف یکی باشی. بیایید امت اسلام، مسلمان ها دست به دست هم بدن که امروز ما همونطوری که ذکر کردم داریم علائمش رو میبینیم. امروز کشورهای خلیج، امروز کشورهای عربی خلیج امروز احساس کردن که دیگه نمیشه به آمریکا اعتماد کرد. امروز فهمیدن که آمریکا دیگه نمیتونه از اونها حمایت بکنه، بلکه برخلاف مصالح اونها داره کار میکنه. شما چند روز پیش شاهد هستین که یکی از مسئولین بلند مرتبه قطر با آمریکایی‌ها تماس میگیره که شما پالایشگاه‌ها و مراکز نفتی ایران رو نزنید، چون اگر ایران هم مقابل به مثل بکنه و بزنه، این به ضرر ما تمام میشه. مگر آمریکا گوش داد؟ نه، زد. پارس جنوبی رو زد، اونا هم اومدن پالایشگاه نفت و گاز قطر رو زدن. امروز در که بین کشورهای خلیج عربی امروز به این نتیجه رسیدن که نمیشه با آمریکا اعتماد کرد. امروز باید مستقل بود، امروز باید متحد بود، امروز در پی ائتلاف با قدرت‌های بزرگی مانند ترکیه، مانند عربستان سعودی، مانند پاکستان و مصر و غیره دارن میگردن. امروز شاید بعضیا بگن خب این کشورها دارن در بین خودشون این فکرها رو میکنن، من به عنوان یک مسلمان چیکار باید بکنم؟
ما خیلی کار میتونیم انجام بدیم. ما امروز اگر مسائل اختلافی که در بین این پاکستانی است، این افغانی است، این حنفی است، این سلفی است، این علفی است، این فلان است، این از همین اختلافات رو کنار بگذاریم، اصلا بیایم در خانه خودمون، در بین فرزندان خودمون، در بین جامعه زندگی میکنیم، در مسجدی که در اونجا نماز میخوانیم، همین فکر امت اسلامی رو در اونجا مطرح بکنیم که باید با هم متحد بشن. من روز دوم عید بود، در خونه یکی از بزرگواران یکی اومده داشت وای ننه من غریبم در می آورد که امت اسلامی در به در شد، مسلمان ها این شدن، که آمریکا این کرد، که اسرائیل این کرد. گفتم برادر تو روزی رو به یاد در تاریخ برو بخون، روزی رو در مسلمان ها به یاد دارن در تاریخ که مغول آمده بود همه سرزمین های اسلامی رو گرفته بود، مرکز خلافت در عراق سقوط کرده بود، خلیفه رو کشته بودن، همه سرزمین های اسلامی اشغال شده بود، از ماوراءالنهر گرفته تا حجاز و تا شام و تا همه. به حدی مسلمان ها ضعیف شده بودند، شما تصور بکنید که یک زن مغول می اومد 6 تا 7 تا مرد مسلمان تنومند رو جمع می کرد یک جایی، می گفت اینجا بشینید من برم یک چاقو پیدا کنم بیارم. اینا اونجا می نشستن منتظر این زن، جرأت فرار کردن نداشتن. این زنکه می رفت یک چاقویی رو پیدا می کرد، بعد تک تک اینها رو سر می برید. تاریخ مسلمان ها شاهد این گونه ضعف هم بوده. امروز امت اسلامی در اوج قدرتش هست. امروز تعداد اندکی از مجاهدین در غزه تونستن اسرائیل رو به زانو در بیارن. امروز در افغانستان تعداد اندکی تونستن ناتو و آمریکا رو به زانو در بیارن. امروز مسلمان ها در اوج عزت و قوت و شوکتشون قرار دارن. کافی است که با هم متحد بشن، کافی است که دست به دست هم بدن. و پیروزی هیچ کدام از این گروه ها به نفع اسلام و مسلمان ها نیست. امروز سازمان های اسلامی، امروز حرکت های اسلامی اختلافات، تفرقه ها رو باید کنار بگذارن، باید دست به دست هم بدن. باید در کنار هم متفق و متحد برای اعلای کلمت الله، برای تجدید دین، برای این که در مقابل فتنه روافض، فتنه یهود، فتنه نصارا با هم متحد باشن و دست به دست همدیگر بدن. حتی یکی از دوستان اشاره میکرد ولو این که در همین وضعیت امروز جنگ بین آمریکا و اسرائیل و ایران تمام بشه، در همین وضعیت امروز تمام بشه، یک گرگ زخمی ایران، یک گرگ درنده اسرائیل، یک روباه مکار آمریکا، بازم قربانی در اینجا همین کشورهای ضعیف اهل سنت است اگر دست به دست هم ندن. پس ما غیر از وحدت، غیر از همبستگی، غیر از اینکه دست به دست همدیگر بدیم دیگه هیچ چاره ای نداریم برای بقای خودمون. بعضیا امروز میان از جنایتکارا دفاع میکنن. یک زمانی ملت علمای عراق هم اینطوری بودن، فریب خوردای اخوان المسلمین در عراق. شیعان برادران ما هستن، اینا ما با اینا زندگی میکنیم، ما با هیچ مشکلی با اینا نداریم. روزی که همونا قدرت دستشون رسید، اولین کسی رو که رفتن در خونش به زنش تجاوز کردن، خودشو کشتن، همینا بودن. پس لازم نیست که حتما ما در کنار یکی از اینها بیستیم. می توانیم بی‌طرف باشیم، می توانیم صاحب یک اعتقاد، ایدئولوژی، به یک مرام و یک هدف خاص خودمان باشیم. نیازی نیست که حتما در کنار ایران بیستیم، با حکومت آخوندی همدردی بکنیم. و یک بینش واضح و صریح و آشکار باید امت اسلامی در علمای جامعه اسلامی باید در مقابل این اوضاعی که رخ میده داشته باشن. امروز تعجب میکنم طرف میاد از خامنه‌ای به عنوان شهید یاد میکنه، از خمینی به عنوان یک مجدد و به اصطلاح رهبر انقلاب اسلامی و 4 تا رحمت الله علیهم به او میگه. نمیدونم اینا نمیخوانن، نمیدانن. چرا انسان باید
انقدر جاهل باشه؟ چرا انسان باید انقدر نادان باشه؟ چقدر انسان انقدر کوتاه بین باشه؟ اسرائیل خطر وجودی برای امت اسلامی است. رژیم رافضی ایران خطر وجودی برای امت اسلامی است. هیچ کدامی از اینها در طول عمر نجسشون نفعی برای امت اسلامی نداشتن. هیچ فایده‌ای برای امت اسلامی نداشتن. شما در همین افغانستان ببینید، قبل از تأسیس جمهوری آخوندی جنگ شیعه سنی ما نداشتیم. فرق بین شیعه و سنی ما نداشتیم. امروز من از بین دوستان که از نسل گذشته هستن، نسل قبل از این فتنه ها، نسل قبل از کودتای ثور، بزرگانی هستن که زنش شیعه است، شوهرش سنی است، یا برعکس. در یک مسجد نماز می‌خواندن، در یک محله زندگی می‌کردن، در مهمانی ها، در عروسی ها، در عزاهای هم دیگه شرکت می‌کردن. اما روزی که این رژیم منعوس آمد در ایران، در افغانستان جنگ شیعه و سنی را انداختن. در پاکستان ببینید سپاه صحابه، جیش محمد، تحریک فقه جعفری، همین گروه هایی که به جان هم دیگه انداختن شیعه و سنی رو در پاکستان کی ایجاد شدن؟ بعد از جمهوری اسلامی، بعد از جمهوری آخوندی. در عراق، در شمال آفریقا، در وسط آفریقا، در اروپا، در آمریکا، در یمن. یمنی که فکر کنید در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم سرزمین یمن تابع رسول الله صلی الله علیه وسلم شده بود. تا 1400 سال تقریبا در این سرزمین اهل سنت با شیعیان زیدی مانند برادر زندگی می‌کردند. امروز کتب مانند علامه شوکانی و غیره، کتب زمخشری و شوکانی، اینا از بزرگان شیعه زیدی هستند. امروز کتب اینها جز مصادر اهل سنت محسوب میشه. برادروار در کنار هم دیگه زندگی میکردن تا اینکه پای سپاه پاسداران جنایتکار و رژیم منعوس خمینی به یمن رسید و امروز ببینید که جنگ بین شیعه و سنی رو در اونجا راه انداختن. در عربستان، در مدینه، در منطقه شرقیه، در مکه چی جنایت هایی که اینها انجام ندادن. و امروز ما در افغانستان یک دولت نسبتاً قوی داریم در اهل سنت، در سوریه یک دولت نسبتاً قوی داریم اهل سنت، عربستان سعودی یک نیرویی است در بین اهل سنت، مصر، ترکیه، عراق. اگر اینها با هم دیگه اتحاد بکنن، اگر اینها ریشه های رافضه‌گری رو از، من شیعیان نمیگم، بارها منو میدونید که اعتقاد من این است که ما با برادران و خواهران شیعه‌ای که به صحابه توهین نمی‌کنند، به امهات المؤمنین توهین نمی‌کنند، شرک نمی‌ورزند، برادران خواهران ما هستند و ما اونها مشکل نداریم. مشکل ما با جماعت رافضی است که به همسر پیامبر تهمت میزنند، به اصحاب پیامبر لعن و نفرین میکنند، شرک می‌ورزند، قبرها رو میپرستند. اینها رو ما مسلمان نمیدانیم و اینا برادران ما نیستن. و تا وقتی که اینها مانند غده‌های سرطانی در بین مسلمان ها باشن، مسلمان ها روی خوشی رو نخواهند دید. و اینها رو اگر از بینشون دور بکنن و با هم متحد بشن، امروز در کشورهای مانند، فقط شما مصر و پاکستان رو در نظر بگیرید، بیش از 2 میلیون سرباز دارن. بیش از 2 میلیون سرباز دارن. امروز در سوریه مثلا یک نیروی نظامی که با 10-15 سال تجربه جنگی در مقابل ابرقدرت‌ها، در مقابل آمریکا، در مقابل روسیه، در مقابل ایران، در مقابل گروه‌های زینبیون و آشغالیون و فاطمیون و اینها، تجربه‌ای که اینها دارن، همه اینها نیروهایی هستن که این امروز امت داره. اینا اگر دست به دست هم بدن، با هم متحد بشن، هیچ نیرویی نمیتونه در دنیا در مقابل اینها بایسته. من حدود
25 دقیقه تا پایان برنامه داریم. عزیزانی که اگر سوالی دارن، شماره ای رو فکر کنم دوستان موقتا، چون شماره ما رو بستن، اما این شماره ای هست که موقتا ما میتونیم از این شماره استفاده بکنیم. عزیزانمون زیرنویس میکنن اگر دوستان میخوان از طریق واتساپ مشارکتی داشته باشن، یا اگر در کامنت ها سوالی دارید، من انشاءالله سعی میکنم که به سوالات شما عزیزان هم پاسخ بدم. خواهری نوشتن که آیا کسی که در اروپا زندگی میکنه فقط سر خودش رو لخت بکنه اشکال داره؟ بله اشکال داره. ببینید حجاب فرض است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم حجاب رو بر همه زنان مسلمان فرض کرده. هیچ بهانه‌ای برای اینکه یک زن مسلمان بخواد حجاب خودش رو کنار بگذاره وجود نداره. والا مشکلات هست، والا سختی هست، گرمی هست، سردی هست، پلیس اذیت میکنه، مردم حرف میزنن، ابدا اینا هیچ کدومش نمیتونه دلیل باشه. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. جزاکم الله خیر. الله سبحانه و تعالی عمر طولانی نصیبتون بکنه. سلامت باشید. زنده باشید. سوال ندارم، فقط چون خواستم با شما یک هم کلام شم و از احوال شما جویا شم و یک خواهشی برادران میخواستم از شما داشته باشم که در صفحات تیک تاک تان اگر بتوانید یک از برادران مخلص را مدیراتور بسازید خیلی خوب میشه، چون بسیار فحاشی میکنن در کامنت ها. اینایی که فحاشی میکنن تربیت خانوادهشون رو به نمایش میگذارن برادر عزیز. از کوزه امان برون تراوت که در اوست. جزاک الله خیر. زنده باشید. الله سبحانه و تعالی خیر. سلامت باشید برادر عزیز. سلامت باشید. با عزت باشید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من اتفاقا مخالف سانسور کردن کامنت ها هستم، چون هر کی کامنت میگذاره تربیت خانواده خودش رو به نمایش میگذاره، تربیت پدر و مادرش. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری صاحب بزرگوار، ایدای گذشته مبارک شما. سلامت باشید. اشما مبارک باشید. زنده و سلامت میبینیم تا بعد از دیر وقت. سلامت باشید. خیلی خوشحال شدیم استاد که در تیک تاک آمدی. تیک تاک و هر صورت طرح مردم است و برادر ما پیشنهاد داد، همون پیشنهاد از ما است. حالا استاد بزرگواری امیر دجالان که کشته شد، خداوند با کشتن از این بسیار کلوساف افراد اشخاص را برای ما بالا کردن. یعنی واقعا ماه رمضان سپری شدم، دل ما کفیده بود، یک نفر نبود که پاسخ بعض از اشخاص هم میدادن. انشاءالله من نام نمیبرم اینجا، شبکه نور است، نام نمیبرم. درست. میگن استاد بزرگوار، میگن شما یک دونه دلیل میگه بیارین. البته اون کسایی که از مولوی ها بحث گفتگو داشتن، یک دلیل بیار که می خامنه‌ای عایشه رضی الله عنها تعویض زده باشه یا با اصحاب توهین کرده باشه، بیچاره میمانده. درست. دیگه ما گفتیم باشه استاد انصاری میاد که بعد از رمضان گفتیم بازبان که از استاد انصاری پاسخ میگیریم. درست. انشالله در مورد این صحبت خواهیم کرد. در مورد این صحبت خواهیم کرد. تشکر استاد، وقتتون خوش. خدا نگهدار. زنده باشید. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید.
باشید استاد انصاری عزیز. الله سبحانه و تعالی به شما جزای خیر بده در اینکه دعوت میکنید مردم رو به سوی اسلام که این واقعا اجر بزرگی است. زنده باشید، سلامت باشید. آمین. سلامت باشید. استاد انصاری، حقیقتی که در مورد این جنایتکاران یهود و نصارا هست و در رأسشون حاکمیت امریکا و دولت یهودیان صهیونیست، اینکه واقعا این حکومت کنونی ایران که چندی ازش باقی نمونده، یعنی واقعا لاشش فقط مونده به باور بنده. حکومت ایران دستنشانده خودشون بود. ببینید سه موردی که من خدمتتون عرض میکنم اینو ثابت میکنه انشاءالله. بله. در ساقط کردن حکومت طالبان در سال 2001 این رژیم شیعیان مفسد فی الارض دست در دست آمریکا جنایتکار داد و طالبان رو ساقط کرد و همچنین در سال 2003 به همین شیوه این رژیم جنایتکار کودککش حاکم بر مملکت امام موعود باز به کمک آمریکا شتافت و عراق رو به هر صورت صدام و نابود کردن و همین آمریکا عراق رو دو دستی تقدیم حکومت ایران کرد تا هلال شیعش رو تکمیل بکنه. و در قضیه این که سال 1388 مردم ایران به خاطر اعتراضاتی در انتخابات بود اومدن خیابان، اون زمان که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود، علنا گفت که حق حکومت است که مردم رو بکشه. یعنی خامنه‌ای جنایتکار اون زمان در تریبون گفت هر کس در این اوقات بیاد خیابان و اعتراض بکنه خونش برگردن خودشه. خب اینا نشون میده که این حکومت دست نشانده این است. ولی امروز که واقعا حالا این حکومت نخواسته با اونها معامله بکنه و به هر صورت سازشی پیدا نکردن، الله سبحانه و تعالی سر مردم ایران رحم کرده و به وسیله جنایتکاران طاغوتیان شیعه رو نابود کرده و امروز وظیفه همه ماست که واقعا دست در دست هم بدیم و این آثارهای ناپاک و پلیدی که از این جنایتکاران بر زمین افتاده با جارو واقعا جمعش کنیم و فیصله بدیم، نه منتظر این که واقعا بمونیم آمریکا بیاد برامون یه دولتی تعیین بکنه، چون که واقعا ما باید تجربه افغانستان و عراق و سوریه رو داشته باشیم و خیلی از کشورهای دیگه که دخالت امریکا در امور اونا واقعا به سود مردم نبوده. درست. و این که واقعا ببینید کسانی که مردم یعنی مادران پدران رو داغدار کردن، بچه ها رو یتیم کردن و یا به هر صورت و خیلی جنایتی که در حق مردم کردن، الله سبحانه و تعالی از این جنایت چشم پوشی نکرد و امروز در حقیقت وظیفه ماست که به الله سبحانه و تعالی بیشتر از قبل ایمان بیاوریم و اگر واقعا با دست و زبان کاری از ما ساخته نیست لااقل دست به دعا بگشاییم، یعنی عبادت در حال عبادت ذکر الله سبحانه و تعالی رو بکنیم تا واقعا الله سبحانه و تعالی ما رو از شر جنایتکاران و طاغوتیان محفوظ بداره. و من از این تریبون اعلام میکنم همه کسانی که امروز هستید و از قدیم علی خامنه‌ای ولی امر شما بود و طاغوتیان شیعه برای شما ارجحیت داشتند، بدونید که واقعا امروز این طاغوتیان فنا شدن و شما میمونید و اگر از باور خود دست نکشید شما نیز به اونا خواهید پیوست در اسفل سافلین. انشاءالله. استاد من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، ممنون از فرصتی که به من دادید. سلامت باشید. تشکر از شما. استاد انصاری موضوع دیگه هست که ببینید در سیستان و بلوچستان یا در فکر کنم اونجا بیشتره، الحمدلله مردم آگاه پیدا شدن و همین آخوندهای مفسد رو به عنوان گروگان میگیرن و من عرض کردم خدمت شما که کسانی که خود فروخته و دین فروش هستن بر منبر رسول الله صلی الله علیه و میگن ما این گروگانگیری رو محکوم میکنیم. آیا واقعا مردمی که توانایی و قدرت این چنین ندارن که بتوان بله بفرمایید ادامه بدید. ببخشید، مردمی که واقعا توانایی این چنین ندارن که به هر صورت آشکارا حق خودشون رو از این ظالمان پس بگیرن، آیا واقعا شما این شیوه رو محکوم میکنید؟ یعنی درست نیست از نظر شریعت اسلام که ما واقعا دشمنان خودمون رو به هر صورت چریکی یا به هر این شیوهی که گروگانگیری هست نابود بکنیم؟ آیا این واقعا پسندیده نیست در اسلام؟ باشه، در این مورد هم صحبت میکنم. ممنون از فرصتی که دادید. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام ورحمت الله و برکاته.
ببینید الله سبحانه و تعالی خطاب به مؤمنین میگه وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هرچی از قوه و نیرو دارید در مقابل دشمنانتان آماده بکنید. یک وقتی قبل از اینکه آمریکا بیاد تازه شروع یعنی حرف اشغال عراق و این مسائل بود، علمای عراق اومدن پیش علمای عربستان سعودی که همچنین یک اتفاقات قرار است امکان داره در عراق بیفته، آیا با پیش دستی نکنیم بعضی اقداماتی رو انجام ندیم. علمای عربستان سعودی خب این اهل سنت یعنی همیشه اهل مدارا بودن، اهل رحم و شفقت بودن، گفتن نه، گفتن فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، اگر به شما اعتدا کردن تجاوز کردن شما جوابشون رو بدید، اگر اون رو کاری نکردن شما کاری نکنید. کاری نکردن. بعدن که آمریکایی اومدن تقریبا بیش از یعنی 7-8 هزار نفر از علما، ائمه مساجد، مؤذنین، دعوتگران اهل سنت رو قتل عام کردن و به هیچ کس هم رحم نکردن. همینی که امروز اومده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات و تسلیت گفته و شهید خامنه‌ای و فلان اینها، والله که اگر فردا به قدرت برسن در کشور شیعیان به همینم رحم نخواهند کرد. دوستان عزیز، گفتن در مورد توهین به صحابه آیا مطلبی از ایشون هست؟ اولا دوستان عزیز، خامنه‌ای یکی از خباثت‌های این شخص این بود که به منتها درجه تقیه می‌کرد. اما گاهی اوقات همونطوری که الله متعال می‌فرماید که قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، گاهی اوقات از زبانشون در میرفت همین حرف‌هاشون، اما آنچه که در سینه‌ها پنهان می‌کنن بزرگتر است. به طور مثال این کلیپ رو با هم ببینیم. یه پدرزنی مثل من تو داری. پدرزنای پیغمبر کیا بودن؟ بعضیا کافر، بعضیا مشرک. در اینجا ببینید همینطوری از زبانش در میره. پدرزنهای پیامبر بعضیا کافر بودن و بعضیا مشرک بودن. شاید بعضیا بگن خب منظورش های ابن اخطب است که کافر بود، یهودی بود، پدر صفیه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین، اما اون که مرده بود، یعنی کشته شده بود در جنگ خیبر. پیامبر با اون زندگی نکرد. پس پیامبر چرا بناله از پدرزنی که کافر و مشرک است؟ تنها مشرکی که پدرزن پیامبر بود ابو سفیان بود، پدر ام حبیبه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها، همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم، که ایشون مشرک بود که بعد از فتح مکه اسلام آورد. پس یک پدرزن کافر داشت پیامبر، مشرک داشت پیامبر صلی الله علیه و سلم که ابو سفیان بود که بعداً اسلام آورد. پدرزن کافری که پیامبر با او زندگی کرده باشه، از دستش رنج کشیده باشه نداشت. پس اینجا جای گله‌ای نبود. اما این انسان خیلی خبیث بود در تقیه کردن، به اندازه خبیث بود، روباه مکار. اما وقتی که به کتب شیعه برمیگردیم میبینیم که اصل این اعتقاد و این حرف ایشون از کجاست. دوستان عزیز، این کتاب بهارالانوار است. البته دوستانی که در تیک تاک هستن نمیتونن ببینن این کتاب رو، منتها کتاب بهارالانوار هست. اینم صفحه دومش، جزء 30، یعنی جلد 30 این کتاب. 110 جلد است. دایره الخرافات شیعه من بهش میگم. در اینجا در یکی از ابواب بزرگ این کتاب، باب 20، باب چی است؟ باب کفر ثلاثه، باب کفر 3 نفر و نفاقهم و نفاقشان و فضای اعمالهم، فضای رسوایی اعمالشان و قبای آثارهم و اعمال زشتی که انجام دادن و فضل تبری منهم و لعنهم و فضیلت تبری یعنی اعلان بیزاری کردن از آنها و لعن آنها. بعد در این باب که تقریبا چیزی در حدود 200 حدیث باشه در این باب، کلا در مورد ابوبکر و عمر و عثمان در اینجا لعن و کفر و تکفیر و اهانت و توهین هست. همین کتاب رو در زمان خامنه‌ای چاپش کردن. دوستان عزیز، من اون رو در زمان خامنه‌ای که چاپ شده، این کتاب رو من خدمتتون نشون بدم. این کتاب در زمان خامنه‌ای چاپ شده. دوستان ببینن، بهارالانوار اینجا در صفحه، در چاپ زمان خامنه‌ای در صفحه
دوستان اگر زوم بتونن بکنن در صفحه 51 باب 20 در اونجا نوشته بود باب کفر. اینجا کفرش رو برداشتن 3 تا نقطه گذاشتن، نفاق رو برداشتن 3 تا نقطه گذاشتن و لعن رو در اینجا برداشتن 3 تا نقطه گذاشتن و در هر جایی که ابوبکر و عمر و عثمان ذکر شده همه جا رو 3 تا نقطه گذاشتن. تشکر میکنم دوستان عزیز. این رو من ببندم. الان صفحات دیگری این رو من خدمت شما تک تک اینجا نشون بدم. مثلا در صفحه 278 در اینجا دوستان ببینن مثلا میگن که اول و دوم و سوم نه و کان ابوبکر اول من منع آل محمد حقهم ان کان اولهم و ثانیهم و ثالثهم الى تاسعهم. 9 نفر رو در اینجا ذکر میکنه در صفحه 278. حالا همین رو اصل شما خدمت شما عزیزان نشون بدم. یک لحظه اینو ببندم. اصل همین کتاب ببینید در اینجا چی میگه. یعنی ان الآیات الثلاث یشهدون کذا علی عثمان انه کافر. بله عثمان کافر بوده. الان در اینجا مثلا ببینید همه رو تحریف کردن. دوستان عزیز تشکر میکنم. حتی کتاب خمینی رو ما در موردش بریم ببینیم. امین خمینی که بله دوستان عزیز این کتاب الطهاره خمینی است، جلد 3. در اینجا در صفحه 457 جلد 3 برید اگر خودتون از صفحاتشون برید ببینید. در اینجا میگه که عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و امثال اونها اینها خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها هستند و این کانوا اخبث من الکلاب و الخنازیر. از سگ‌ها و خوک‌ها خبیث‌تر هستند. این نظر خمینی است. خمینی یک کمی صریح بود در کتاباش. بعدن که اومد رهبر شد کمی هفته وحدت و دروغ‌هایی که سر کردن. اما خامنه‌ای خیلی خبیث‌تر از بقیه بود در تقیه کردن. این کتاب دوستان عزیز کشف الاسرار خمینی است. در اینجا در صفحه 119 در اینجا چی میگه؟ ابن خطاب از این دنیا رفت و این کلام یاوه که از اصل کفر و زندقه ظاهر شده مخالف است با آیاتی از قرآن. ابن خطاب اصل کفر و زندقه، یعنی عمر ابن خطاب اصل کفر و زندقه. تشکر میکنم دوستان عزیز. یعنی وقتی که ما حرفی میزنیم در مورد اینها حتی به رسول الله توهین میکنه. ببینید دوستان عزیز کتاب کشف الاسرارش هست. در این صفحه ببینید دوستان عزیز در صفحه 100 چی میگه. و با نظر به حال خلفا و مراجعه به کتب حدیث و تاریخ خود سنیان معلوم می شود تکلیف آنها نیز اکنون روشن است. یعنی ما با شیخین کار نداریم و مخالفت های آنها با قرآن و بازیچه قرار دادن احکام خدا و حلال و حرام کردن از پیش خود و ستم هایی که به فاطمه کردن، دختر پیامبر و اولاد او کردن و جعل آنها به دستورات خدا و احکام
و عمر کارهایش پیش از آن است که گفته شود، لکن عثمان و معاویه و یزید را که همه عالم میشناسند، اینها میگویند خدا اطاعت معاویه و یزید را واجب کرده، پس قتل و غارت‌های معاویه و کشتن یزید و غیره. یعنی پر است. من الان وقتش نیست که من همه اینها رو نشون بدم، اما کتاب‌های خمینی پر از توهین، طمع و هوس‌ها که در هر زمان حق و حقیقت را پایمال کرد، آن روز نیز کار خود را کرد و به شهادت تواریخ معتبر اینها به کار دفن پیامبر مشغول بودند که جلسه سقیفه ابوبکر را به حکومت انتخاب کرد و این خشت کج بنا نهاده شد و توهین‌ها و اهانت‌های دیگری که در اینجا داره. ببینید مخالفت‌های عمر با قرآن خدا، صفحه 117. این کلام یاوه از ابن خطاب یاوه سرا صادر شده است. این کلام یاوه که از اصل کفر و زندقه ظاهر شده است. از مجموع اینها معلوم میشد مخالفت کردن شیخین از قرآن در حضور مسلمانان یک امر خیلی مهمی نبوده. در صفحه 140 توهین میکنه به پیامبر، میگه که ما در اوایل این گفتار ثابت کردیم که پیامبر از این که امام را با اسم و رسم در قرآن ذکر کند میترسید که مبادا، پیامبر ترسو بوده، میترسیده که مبادا پس از خودش قرآن را دست بزنند یا اختلاف بین مسلمان ها شدید شود و یک سر کار اسلام تمام شود. و اینها گواهی از قرآن میآوریم که در اظهار امامت به اسم و رسم محافظه کاری میکرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم محافظه کاری میکرده و از منافقان ترس داشته. این توهینش به پیامبر صلی الله علیه و سلم. حالا کسی بیاد بگه خمینی مسلمان بوده. تشکر میکنم دوستان عزیز. یعنی اگر من بخوام مثل این مسائل رو من بارها در اینجا نشون دادم، اما بعضیا حافظه مگسی دارن فراموش میکنن. کتاب های اینو پر است از توهین و اهانت. حالا اینجا رو گوش کنید. کردن امویه یه عده‌ای می آمدن گله میکردند و اعتراض میکردن. حضرت میفرمودن که ما تدری لعله فتنة لکم و متاع الی حین. این مال تا یه وقتیه، این موقته. یعنی تو کلمات امام حسن مجتبی علیه السلام اشاره شده به این که این حادثه، این تسلط کفر و نفاق، این دائمی بنا نیست باشه در تقدیر الهی، این موقت. تسلط کفر و نفاق، شما تصور بکنید، یعنی حکومت معاویه رضی الله تعالی عنه تسلط کفر و نفاق بوده. تشکر میکنم دوستان عزیز. حتی در کتاب‌هایش هم مطالبی كان فعلا يطعن بصحابه. در اینجا در کتاب خامنه‌ای، در کتاب الخواص و لحظات المسیریه، در اینجا میگه که امام علی بین دو گروه مانده بود. در صفحه 58 میگه بین دو گروه مانده بود. یک قسمت افراد ضعیفی کدن در کنارش بودن، یک گروهی که اهل کفر و نفاق بودن. یعنی دیگه در اینجا شکی نباید برای کسی ایجاد بشه که خامنه‌ای در اینکه اعتقاد به کفر ابوبکر و عمر و صحابه و امهات المؤمنین داشته شکی نیست. منتها باید دست تقیه. این تقیه است که فریب داده امت اسلامی رو. خب دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر که باز هم با آن روزی که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و انشاءالله در صفحه تیک توک هم بعد از این دوستان عزیزی با ما همکاری خواهند کرد، بدونیم بهتر این صفحه رو مدیریت بکنیم. تا فرصت دیگر همه شما عزیزان را به الله متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح